با سلام و درود، شیوا هستم. به کانال فال شیوا خوش اومدید. دوستای عزیزم، درخواست های زیادی از شما داشتم که براتون فال کارمای خانواده سمی همسرتون رو بگیرم، اما دیدم که بهتره براتون فال کارمای شخص ظالم رو بگیرم که تمام اعضای خانواده همسرتون رو شامل بشه. اینجوری هم میتونید ظلم هایی که از سمت خانواده همسرتون به شما شده رو ریدینگ انجام بدین و هم کارماهایی که قراره پس بدن و حتی آدم های ظالمی که مربوط به خانواده همسرتون هستن، مثل خاله ها، عموها، دایی ها و اینجور چیزها. برای همین تصمیم گرفتم فال رو با عنوان کارمای شخص ظالم بگیرم، ولی خیلی مربوط به خانواده سمی همسر هستش. اگر توی زندگی شما هم خانواده همسرتون سمیه، از مادر، شوهر، خواهر، شوهر، برادر، شوهراتون و یا حتی یک پا دورتر آدمایی که باعث میشن اینها رو تحریک بکنن توی زندگیتون هست، حتما روشون نیت بگیرید، روی این فال نیت بگیرید و با تمرکز بالا این کار بکنید. احتیاج دارم به ماه تولد خودتون و همچنین روز تولدتون. خیلی خیلی مهمه که روز تولدتون رو بدونم و ماه تولدتون رو هم بدونم که هم عنصر وجودیش رو بفهمم چیه و هم ببینم که اصلا زمانی که متولد شدید آیا مدار طالع بختتون روی مدار قمر در عقرب بوده یا نه و دلیل این مخالفت ها، این اتفاق ها و این بد اخلاقی ها و ظلم ها چیه. دوستای خوبم، طولانیش نمی کنم، پس حتما روز تولدتون با ماه تولدتون رو بنویسید و کامنت بذارید و این ویدیو رو لایک بکنید. کارت ها رو بر میزنم، بریم ببینیم که علت این که خانواده همسر شما انقدر شما رو اذیت میکنن، باعث اشک و ناراحتی شما میشن و آدم های ظالمی که دارن اینها رو بر علیه شما میشورونن، دلیلش چیه و قرار چطوری کارما پس بدن. با نام و یاد خدا کارت ها رو میکشم. دوستای خوبم، قبل از اینکه ریدینگ رو شروع کنم و بخوام نشانه ها رو از روی کارت ها تفسیر کنم براتون، حتما کامنت ها رو بذارید و این ویدیو رو لایک کنید. روی ازدواج شما نگاه کنید. از اول یه حاله سیاه میبینم، یعنی روز وصلت شما، روزی که قرار بود این وصلت شکل بگیره و با قول معروف حتی روز عروسیتون، میبینم که مخالفت و نارضایتی خیلی زیاد بوده. یعنی از قبل هم راضی به این وصلت نبودن خانواده همسر شما و انگار احساس میکنن که نسبت به تو خیلی دست بالاترن، خیلی آدمای بهتری یا از لحاظ مالی از شما بالاترن و شما توی سطح پایین تری میدونستن و کلا روی ازدواج با شما من توی کارت، حداقل توی دست اولی که کشیدم، رضایت نمیبینم. این اولین موردی که دارن باهاتون مخالفت میکنن. رفته رفته میبینم که شما از اون دسته آدمایی هستید که زیر بار زور، زیر بار ظلم نمیرید. یعنی اگرم به شما چیزی بگن، شما نه اینکه بی احترامی بکنید، نه، نگاه کنید کارت تسلیم ناپذیر بودن، کارت نوابه شمشیر اومده بالا. به معنی اینه که تو آدمی هستی که نمیذاری کسی حق تو بخوره، آدمی هستی که اگر چیزی بهت بگن از حقت کوتاه نمیای. اما 8 وعده میبینم توی زندگی تو که خیلی اوضاع بدتر شده. یعنی هر چقدر الان مقاومت میکنین، سد مقاومتی تو میشکنن، مجبورت میکنن که به حرفشون گوش بدی. انگار یک اهرم فشار دستشون اومده. یا خیلی در گوش همسر صحبت میکنن، همسر تو، پارتنر تو و کسی که توی رابطه هستی باش آدم بسیار بسیار حرف شنوه. یعنی خیلی حرف شنوی از خانواده خودش داره و سعی میکنه که اولویت اونا رو قرار بده و همین باعث میشه که زندگی تو اونجوری که میخواد براش برنامه ریزی میکنی، حتی جلو نره. و برعکس من، یعنی اون هرچی که تو داری سعی میکنی این زندگی رو بهتر بکنی، برنامه ریزی میکنی، هدفمند میخوای بری جلو، شوهرت میاد با کارهای نسنجیده، با حرفایی که در گوشش میزنن، پرش میکنن، تمام
رشته هایی که کردی رو پنبه میکنه. روی شادی های زندگیتون، روی مهمونی های دور همیتم ناخوش احوالی میبینم. انگار نمیتونی اونجور که باید مهمونی بدی. توی مهمونی هایی هم که میری خیلی معذبی، زیادی ازت کار میکشن و این باعث میشه که احساس حقارت و خرد شدن بکنی. از لحاظ مالی هم میبینم که شما رو تحت فشار قرار میدن، انگار که انتظار دارن بیش از اندازه بهشون کمک مالی بکنید. اما چیزی که خیلی عجیبه و خیلی جالبه اینه که خانواده همسر تو خیلی خیلی موذی‌ان، اما کسی موذی‌تر هم توی این داستان و بین این آدما هست. آدمی که یه پا دورتر، انگار که نقش اساسی اینو داره. نگاه کن، هر زمان که شما رو با هم خوب میبینه اون آدم که یک خانوم هم هستش، متولد عنصر خاکه، ده شهریور اردیبهشت ماه، سعی میکنه روی زندگی تو سایه بندازه. میاد نگاه کن، جنگ اعصاب درست میکنه، همه رو تحریک میکنه بر علیه تو و یک انتقال و جابجایی توی احساس نسبت به تو پیدا میکنن. انگار که تو پسرشون رو دزدیدی، نه اینکه به عنوان عروس اومدی توی این زندگی. هر کاری که تو میکنی بد به نظر میرسه. جوری شده که چشم دیدن تو ندارن. ببین خیلی زیاد قضاوتت میکنن، قضاوت هایی که واقعا به ناحقن. یعنی اونجور که دوست دارن فکر میکنن در مورد تو و اونجور که دوست دارن به دیگران هم میگن. اصلا خدا رو در نظر نمیگیرن چطوری بخوان با تو رفتار بکنن یا واقعا واقعیت ها رو حداقل ببینن. روی خانواده فوق العاده سمی تو شکستن دل میبینم و یک نگاه کن، جدایی افتاده بینشون. این جدایی میتونه هم جدایی های عاطفی باشه، یعنی طلاق و طلاق کشی توی خانوادهشون باشه. شاید کسی هستش که داره زیاد رابطه عاطفی تو رو تهدید میکنه و دقیقاً روی این آدم متارکه میبینم. یا این جابجایی میتونه که بین طرد شدن باشه، یعنی بچه هاشون دیگه نخوان باهاشون باشن، یعنی انقدر خانواده های سمیان که دیگه فرزندانشون نخوان تا یک مسیر رو باهاشون بمونن، قطع رابطه میکنن، حتی ممکنه شهرشون رو جابجا کنن، محل سکونتشون رو جابجا کنن و برای همیشه ترکشون کنن. پشیمونی زیاد برای خانواده میبینم. نگاه کنید، حسرت میبینم، از دست دادن پول و اموال میبینم. انگار با رفتن این بچه‌ها هم امتیازهای مالیشون رو از دست میدن، هم کمک‌های عاطفی که تا این لحظه به شدت 100% داشت بهشون میشد. نگاه کن، توی مریضی‌هاشون شما به دادشون میرسید، توی بیپولی‌هاشون شما به دادشون میرسید. هر موقع به کمک، به محبت، به همدردی احتیاج داشته باشن شما به کمکشون میرسید. اما نگاه کنید، با این رفتارهای سمی کاری میکنن که این فاصله ها و شکاف انقدر بین شما بشه که شما کامل برای همیشه بذارینشون کنار. در واقع چیزی که توی فال شما میبینم یک قطع رابطه خانوادگی افتاده. این قطع رابطه خانوادگی برای شما خیلی خیلی خوبه. نگاه کنید، کارت هایی که میکشم همه مثبت، همه انرژی مثبت، همه اعدادی که واقعا عالی هستن. آرکاناهای کبیر توشون هست. نگاه، کارت آس شمشیر اومده بالا در کنار سکه. داره میگه معجزه زندگی، دست غیبی که داره بهت کمک میکنه. اگر شما با این خانواده متارکه بکنید یا قطع رابطه بکنید، شادیاتون بهتون برمیگرده، عزت نفستون برمیگرده و این چیزی که خیلی جالبه، اونا پیش قدم میشن برای آشتی. قطع رابطه کوچیک هم قبلا کرده بودید با هم. چیزی که توی تفسیر پایین میبینم اینه که قبلا هم یک نگاه کنید، دقیقاً آس شمشیر توی ردیف اول و آس سکه توی ردیف دوم، انگار که شما هم یک قطع رابطه از قبل با هم داشتید و دوباره برگشتید اما نتیجه‌ای نداده. یعنی فکر میکردید شاید حالا یا به خواسته همسرتون یا حالا وساطت‌های آدم‌های دیگه یا حتی خودتون خواستید که دوباره شکل بگیرید رابطه بین خانواده ها و این رجوع داشتید، این آشتی کردن توی فال افتاده براتون اما نتیجه بخش نبوده و دوباره
تصمیم گرفتید. این بار با قدرت بیشتر میبینم که تصمیمتون خیلی جدی تر نسبت به دفعه های قبل. میبینم که حتی مشاوره گرفتید، تصمیم گرفتید، تصمیمتون خیلی واقعی و قوی تر. کارت آرکانای کبیر قدرت نهایی از آرکانای کبیر اومده و فکر میکنید که استقلالتون، آرامش ذهنیتون، آرامش روانتون با نگاه کنید یعنی با قطع رابطه کردن با این خانواده، چون کارت تزویر رو میبینید، کارت فریب، کارت حیله رو میبینید، متارکه و ترک میگم روابط با اینها برای شما خیلی خیلی خوشیومنه و بهتون کمک میکنه که واقعا زندگیتون یک رفرش بکنید. توی خانواده همسر شما یک خانم جوانی هستش، حالا یا تازه ازدواج کرده یا قصد ازدواج داره. ببینید آدمی هستش که در شرف ازدواج، یا حالا از لحاظ سنی به حالا اون سنی رسیدی که میخواد ازدواج کنه، یا واقعا شرایط ازدواج برای نامزد، عقد یا همچین چیزی هست. روی این خانم میبینم خیلی روی شما تأثیر منفی میذاره، انگار خیلی حالتون رو میگیره و یه حالت رقابت زیر پوستی باهات داره، یک حسادتی که خیلی خیلی زیر پوستیه ولی شما کاملا درکش میکنید. یعنی احساسی که از این خانم میگیرید خیلی وایب سنگین و منفی برای زندگی شما داره. موفقیت های شما رو کوچیک میشماره. نگاه کنید از اینکه شما میتونید کارهایی رو انجام بدید، پول هزینه میکنید، حتی برای لباس پوشیدن، زیبایی، کارهای این مدلی به خودتون میرسید. خیلی داره این آدم رو اذیت میکنه با اینکه هیچ ارتباطی به این خانم نداره. نحوه پول خرج کردن شما، نحوه استایل زدن شما و همینطور چیزهایی که کاملا به زندگی شخصی شما مربوطه. اما این خانم کاری کرده که اینها از شکل شخصی بودن در اومده و همه رو درگیر کرده. یعنی کاری کرده همه روی تو زوم باشن که چرا این مدلی لباس میپوشی و باعث جنجال و دعوا شده توی خانواده. شما رو نگاه کنید به اینکه خیلی پول خرج میکنید، اینکه به خیلی به خودتون میرسید و به خونه زندگیتون نمیرسید. آدمی هستید که به خونه زندگی نمیرسید و همش مدام چسبیدید به خودتون و باعث میشه که این حرفا گوش به گوش بره، به دهن به دهن به چرخه و برای شما دردسر درست کنه. اما نگاه کن روی ازدواج این خانم و وصلت و حتی در آینده فرزنددار شدنش مشکلات عدیدی میبینم. چرخه اقبال و سرنوشت جلوی بچه دار شدنش رو میگیره اگر این وصلت اتفاق بیفته. اما چیزی که توی کارت میبینم این وصلت خیلی سخت به سرانجام میرسه، شاید به سرانجام برسه، اما نگاه کنید جز آشوب، دعوا، فتنه، زندگی این آدم اصلا زندگی خوبی از لحاظ عاطفی نیستش. یعنی با شریک عاطفی که قرار ازدواج بکنه و در آینده زیر یک سقف زندگی بکنن خیلی بحث هست. هر دو آدمای سمی در کنار همه. روی نگاه کن بچه دار شدنشون هم 100% قفل میبینم. مطمئن باشید تاروت بهتون این رو به عنوان کارما توی زندگیشون فرستاده. همونجور که نگاه کنید زندگی شما رو به هم ریختن، همه چیز شما رو زیر سوال بردن و باعث شدن دهن بقیه نسبت به شما باز بشه و حرفهایی به شما بزنن که واقعا دوست نداشتید حتی بشنوید. این آدم توی پروسه کارمایی خیلی سخت قرار میگیره. منتظر کارمای این آدم باشید و از همه مهمتر دوچار آدمایی میشه، یعنی خانواده همسر خودش، حتی آدمایی هستن که اصلا من دیگه نیازی به ریدینگ این کارت ندارم. کارت شیطانه. آدمایی که خوشبختیاشو دونه دونه آتیش میزنن و ازش میگیرن و هیچی براش نمیمونه جز یک حال افتضاح روحی. کارت آرکانای ماه نشانه غم بزرگ، نشانه تاریکی. نگاه کنید ماه چقدر ناراحت و غمگینه. اصلا کارت گویای همه چیزه. نشون خانواده‌ای که باهاش وصلت کرده خانواده شیطان صفتی هن که زندگیشو آتیش میزنن، همونجور که زندگی تو رو آتیش زن.
یعنی وای به حال این آدم، واقعا من از اینجا به حالش تأسف میخورم و واقعا براش ناراحت میشم، چون انقدر این خانواده دارک، سیاه، عقده‌ای، وحشتناکن و کارمای این آدم همینه. چون باعث شده زندگی تو، این خانم خیلی باعث تنش توی زندگی تو شده. دوستای خوبم یادتون باشه هر کس باد میکاره طوفان درو میکنه. این قانون کارماست، باورش کنید و اگر بهش اعتقاد ندارید واقعا روزگار و چرخه اقبال شما رو توی موقعیتی قرار میده که به چشم ببینید و بهش اعتقاد پیدا کنید. کارما چیزی نیست که واقعا بگی وجود نداره، خیلی جاها اتفاق افتاده، شاید دیر یا زود بشه، یعنی ممکنه کمی به تعویق بیفته و شاید تو به چشم نبینی، اما هیچ کس زندگی باطن دیگران رو نمیبینه. شاید ظاهر خوبی داشتن ولی باطنشون واقعا متلاشیه. این زندگی از دور فقط قشنگه. کارما اینجوری کار میکنه، نمیاد ولی وقتی میاد دقیقا مثل همین خانواده سمی توی زندگی آدم نفوذ بکنه. دوستای خوبم مرسی که ما رو تماشا میکنید، ممنونم که به ما وقت میذارید، انرژی میذارید و کانال خودتون رو نگاه میکنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و رحمان میسپارم.